अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ईरान कशीदगी। कुछ दिन पहले ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर गोलाबारी हुई, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के जो बॉर्डर के जो नज़दीकी इलाका था वहाँ के कुछ रिहायशी जो है वो शहीद हुए। तो जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान ने भी उसके कुछ ठिकानों को जो है ना निशाना बनाया और उनको तबाह कर दिया। लेकिन उसी सिलसिले में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का जो बयान सामने आया है वो एक दफ़ा आप खुद देखें। در مورد پاکستان، کشور همسایه، دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های ایران نبودند. گروهی موسوم به جیش العدل که یک گروه تروریستی ایرانی است و در بخش‌هایی از مناطق پاکستان در استان سیستان و بلوچستان پاکستان پناه گرفته‌اند و ما بارها در مورد اون با مقامات عالی رتبه نظامی، امنیتی و سیاسی پاکستان گفتگو کردیم. عملیات‌هایی رو در روزهای گذشته در ایران انجام دادند، از جمله در پاسگاه راسک نیروهای انتظامی ما رو به شهادت رسوندن. پاسخ ما روی تروریست های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست. من قبل از این گفتگو با همکارم وزیر خارجه محترم پاکستان در این خصوص گفتگو کردم.